آغاز یک سوپی دیگر رو به همه شما بینندگان عزیز شد. باش میگم ساعت به وقتی پراگ رس و هفت است و فرصت است که من برای شما اخبار تاجیکستان و جهان را معرفی میکنم. برای اون که روزتون را با رادیوی آزادی شروع میکنید منت داریم و نخست برایتون درباره وضع باد و هوا معلومات میدهم. هوا امروز در پراگ قرارگاه مرکزی رادیوی آزادی ابری خواهد بود و تا 30 درجه گرم می شود. در مسکو هوای صاف و بی‌غبار پیشگویی شده است. حرارت به 18 درجه خواهد رسید. در دوشنبه نیز امروز هوا آفتابی بوده. روزانه حرارت 35 درجه را تشکیل خواهد داد. وکیل دفاعی زندانی توجیک بزرگمیر یوروف نامزد به دریافت جایزه سالانه حقوق بشر به نام واسلاو هاول شده است. این جایزه همه ساله به فعالان حقوق بشر در اروپا و بیرون از آن داده می شود. در برابر بزرگمیر یوروف برای دریافت این جایزه در سال 2019 اینچنین الهام توختی فعال حقوق بشر از چین که در زندان به سر میبرد و نیز یک سازمان دیگر که در بالکان برای حقوق بشر مبارزه میبرد پیشنهاد شده. بزرگمیر یوروف ماه سپتامبر سال 2017 بعد آمادگی به حمایت از حقوق اعضای بازداشت شده حزب نهضت اسلامی دستگیر و در جنایت‌های مختلف از جمله قلابی و ساختکاری و تحقیر پرزیدنت عیبدار شد. دادگاه سال 2017 او را به 28 سال زندان محکوم کرد. خود او و طرفدارانش اتهامات را رد کرده حکم را دارای انگیزه‌های سیاسی مینامند. جایزه واسلاو هاول 60,000 یورو را تشکیل می‌دهد و هر سال به افراد علایده و سازمان‌های فعال در مسئله حمایت از حقوق بشر داده می‌شود. برندگان این جایزه 30 سپتامبر اعلان خواهند شد. مسئولان وزارت معارف و علم تاجیکستان خوانندگان و آموزگاران را روز یکشنبه 1 سپتامبر به مکتب دعوت کردند. مقامات میگویند با وجود آنکه 1 سپتامبر به روز یکشنبه راست آمده استراحت است، در تاجیکستان روز دانش برگزار خواهد شد. به جای آن روز 7 سپتامبر سال 2019 یعنی روز شنبه روز استراحت مقرر کرده شود، گفته شده است در یک دستور وزارت معارف و علم. از مسئولان اداره‌های معارف در منطقه کشور نیز طلب کردند که روز 1 سپتامبر حضور خوانندگان و آموزگاران را در مکتب تامین نمایند. این تصمیم وزارت معارف و علم از حالا در شبکه‌های اجتماعی باعث به واکنش‌های گوناگون شده است. برخی آن را پایمال کردن حقوق آموزگاران و خوانندگان دانستند. سال‌های اخیر مقامات معارف تاجیکستان چند تصمیم گرفتند که در جامعه بحث‌های زیادی را برپا کردند. جمله سال 2017 با وجود آنکه سال نو خانیش به روز عید قربان راست آمد و در تقویم روز استراحتی است، خوانندگان را به مکتب برآوردند. ساکنان از این تصمیم ها انتقاد میکنند. مقامات آن را درست میشمرند. در تاجیکستان شماره خوانندگان مکتب ها به 1,900,000 نفر میرسد. دادگاه ولایت مسکو قرار کرده است که الکساندر سیومین گمانبر اصلی در قتل هویدا تیلوزاده تا ماه فوریه سال آینده در بیمارخانه روحی بماند. بختیار جمعیف که در دادگاه وظیفه ترجمانی را بر عهده دارد به رادیو آزادی گفت دادگاه روز 26 آگوست مهلت نگهداری سیومین را در بیمارخانه روحی تا 6 ماه تمدید کرد. به گفته جمعیف این کار با طلب دوستان صورت گرفت و سیومین تا ماه فوریه سال آینده در بیمارخانه روحی میماند. در دو مرافعه دادگاهی بررسی قضیه قتل هویدا گمانبر اساسی سیومین نبود. نزدیکان هویدا میگویند دادگاه طلب آوردن سیومین به مرافعه را قانع نکرد. بختیار جمعیف میگوید مرافعه روز 26 آگوست 4 ساعت پس درهای بسته گذشت. قرار است مرافعه روز 29 آگوست از سر گرفته شود. از نام سیومین در دادگاه خاله و یک وکیل دفاع نمایندگی میکنند. از طرف هویدا پدرش عبدالسلام و وکیل دفاع دگیر خساوف اشتراک دارند. یک وکیل دفاع توجیک نیز اظهار آمادگی کرده است که از حقوق عبدالسلام سعیدов در دادگاه حمایت کند. حمزه حکیم زاده رئیس ادوکات‌های شهر دوشنبه گفت در نوبت اول به مقام منطقوی اتفاق ادوکات‌ها در ولایت ختلان مراجعت کرده است تا برای اثبات پدر قانونی بودن عبدالسلام سعیدов سند دادگاهی بگیرند. در روز اول مرافعه پیوندان و وکیل مدافع نفر گمانبر به قتل هویدا تیلوزاده از دادگاه خواستند که پدر دختر را به مرافعه راه ندهند. آنها دعوا دارند که عبدالسلام سعیدов گویا پدر بیولوژی هویدا نیست و حق دعوا از نام او را ندارد. والدین هویدا با هم نکاح رسمی نداشتند. به این خاطر حمزه حکیم زاده میگوید برای اثبات پدری عبدالسلام سعیدov باید قراری دادگاه کلاب صادر شود و وکیلان دفاع باید در گرفتن این سند به والدین کودک کمک کنند. خود عبدالسلام سعیدov میگوید انتظار همه گونه کمک از مقامات تاجیکستان و حقوقشناسان است. یادآور میشم که هویدا تیلوزاده ماه ایول سال گذشته در شهر سر پخوای روسیه نخست تجاوز و سپس کشته شد.
سیناتری دومی آمریکا میگوید مسکو به او روادید سفر به این کشور را نداده است. روز 27 آگوست سیناتور دموکرات کریس مرفی در سامانه اینترنتیش نوشت که او میبایست در یک هیئت کنگره آمریکا به مسکو سفر کند ولی حکومت روسیه به او روادید سفر را نداد. مرفی نوشته است که این عمل ننگاور شهادت آن است که روسیه در فکر مکالمه نیست. یک روز پیش از این سیناتور جمهوری خواه رون جانسون خبر داده بود که حکومت روسیه به او روادید سفر به این کشور را نداده است. جون بولتون مشاور امنیت ملی پرزیدنت آمریکا میگوید خواهش پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ در مورد ملاقات با پرزیدنت ایران حسن روحانی معنی آن را ندارد که موقع ایالات متحده در مقابل برنامه هسته‌ای تهران تغییر کرده است. در یک صحبت خاص با رادیو آزادی دیروز جون بولتون گفت پرزیدنت آمریکا حاضر است با هر کسی که نباشد ملاقات کند. تفصیلات مصاحبه جون بولتون را دیرتر در سامانه رادیو آزادی میتوانید پیدا نماید. سرهنگ باز محمد فرمانده 60 ساله یک واحد نظامی ناحیه فیض‌آباد جوزجان شب 27 آگوست در درگیری ضد گروه شورشیان طالبان کشته شد. مقامات میگویند در میان شورشیان پسر خود فرمانده فریدون هم حضور داشت که مدت‌ها پیش زیر پرچم طالبان گذشته ضد نیروهای حکومت افغانستان می‌جنگید. الف شو رئیس ناحیه فیض‌آباد افغانستان روز 28 آگوست به بخش افغانی رادیو آزادی گفت باز محمد یکی از منصبداران سابقه‌داری حکومت بود که از آغاز ضد شورشیان سر بلند کرد و تا آخر عمر از منفعت‌های کشورش پشتیبانی نمود. به گفته الف شو طالبان باز محمد را با 11 همراهش اول کشته بعداً سر بریدند. الف شو اینچنین گفت در این درگیری فریدون پسر باز محمد هم یک جا با دیگر طالبان در کشتن پدرش شرکت کرده است. باز محمد اتفاقاً یک روز پیش از مرگش با بخش افغانی رادیو آزادی هم صحبت شد و آرزوی خود را در مورد ختم جنگ چنین بیان کرد. او گفت آخری کار، آخری جنگ، آخری هر چیز صلح است. کی رو میکشد؟ دیدیم که برادر رو میکشد، پدر بچه رو میکشد، بچه پدر رو میکشد. مراسم دفن فرمانده باز محمد و 12 واحد نظامیش در ناحیه فیض‌آباد برگزار شد. بسیاری از ساکنان محلی گفتند که نقش این فرمانده در تامین امنیت و پایداری صلح در منطقه خیلی مهم بود. رادیوی مهاجر یک رادیو خصوصی اینترنتی که در روسیه با زبان تاجیکی برنامه پخش میکند بعد از 4 سال توقف دوباره فعال شد. در روسیه بیش از 1 میلیون مهاجر تاجیک کار و زندگی میکند. در گذشته چندی از نشریه‌های تاجیکی خاص برای مهاجران چاپ میشدند ولی یا از نشر ماندند یا در ماه یک بار به تب میرسند. مهاجران بارها از نبودن منبر مخصوص شکایت کردند در حالی که به قبل آنها رسانه‌های روسیه همیشه ضد مهاجران خبر نشر میکنند. عبدالرحیم قلندرов مسئول رادیوی مهاجر روز 27 آگوست پخش اطلاعات درست درباره روزگار مهاجران، کمک حقوقی به واسطه رادیو، آموزش زبان به آنها هدف اساسی کاری این رادیو خواهد بود. کریم جون یورو فامی حقوق مهاجران در روسیه در این رادیوی اینترنتی برنامه حقوقی تهیه میکند. او روز 27 آگوست گفت حالا در شبکه‌های اجتماعی ده‌ها خبر دروغ نشر می شود که مهاجران به آنها داده می شوند و قانون‌های روسیه را نقض میکنند. یوروف میگوید توسط برنامه خود میخواهد راه‌های قانونی کار و زندگی در روسیه را تشویق کند که مهاجران دچار مشکل نشوند. کمبود اطلاع با زبان تاجیکی در روسیه برای مهاجران در حالی است که مطبوعات این کشور بیشتر اطلاع منفی درباره آنها نشر میکنند. فعالان حقوق مهاجران میگویند مطبوعات روسیه کارهای خوبی مهاجران را نمیبیند. حالا رادیوی مهاجر در برابر پخش برنامه‌های فرهنگی و آموزشی قصد دارد چهره‌های فعال تاجیکان در این کشور را معرفی کند. و یک خبر دیگری ما نیز به روسیه ربط میگیرد. شرکت تاجیک ایر بعد از 8 ماه پروازهای خود را به سمت مسکو از سر خواهد گرفت. دفتر مطبوعاتی تاجیک ایر روز 27 آگوست خبر داد که سر از 2 سپتامبر هواپیماهای شرکت در خطسری دوشنبه مسکو پرواز خواهند کرد. مسئولین شرکت گفتند که فروش چپته‌ها در این سمت شروع شده. ارزش آن از یک طرف 2844 سومانی مقرر شده است. هواپیماهای تاجیک ایر از ماه ینور امسال به این طرف با سبب بد بودن وضع مالیوی شرکت پرواز نمی‌کنند. تاجیک ایر یگانه شرکت هواپیمایی دولتی در تاجیکستان میباشد که گرفتار مشکلات سخت مالیوی است. رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه ینور امسال مدیر سابق این شرکت را از تالاری جلسه بیرون کرد و دیرتر مقامات نسبت به خیرالله رحیموف پرونده جنایتی باز نمودند.
بهروز خوجازاده و سومون محمد بیکов پهلوانان معروف توجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید به جودو که در پایتخت ژاپن شهر توکیو جریان دارد جایهای پنجم را کسب نمودند. در روز سوم مسابقات 27 آگوست دو ورزشکار توجیک بهروز خوجازاده و سومون محمد بیکov در وزن زیر 73 کیلو وارد رقابت‌ها شدند. در این وزن 90 ورزشکار اشتراک کرد. باز 5 ورزشکار توجیک در قهرمانی جهان در توکیو از روی 4 وزن شرکت می‌ورزد. گشتگیران برای 14 مجموعه مدال ها اینچنین برای یک مجموعه جایزه ها در سبقت دسته های منتخبی آمیخته تا روز 1 سپتامبر مبارزه میبرند. یادآور میشویم سال گذشته در مسابقات قهرمانی جهان اوید به جودو که ماه سپتامبر در پایتخت آذربایجان باکو دایر شد از 9 پهلوان تاجیک یگان نفر نتوانست مدال به دست بیارد. از میان آنها 2 نفر کامرانشاه سپریان و تیمور رحیموف نتیجه های خوبتر نشان داده جایهای هفتم را صاحب شدند و ضمناً بهترین دستاورد تاجیکستان در مسابقات قهرمانی جودوی جهان تا حالا مدال برنجی رسول باقی و شمار می‌رود که سال 2007 در ریو دی ژانیرو برزیل در وزن 73 کیلو به دست آورده است. و اکنون از قلب اسعار خارجی برای امروز میگیم که از طرف بانک ملی تعیین شده است. به همین ترتیب $1 برابر است به 9 سومانی و 68 درم، 1 یورو 10 سومانی و 75 درم ارزش دارد و 1000 روبل روسی پایین‌تر رفته است و امروز 145 سومانی و 50 درم را تشکیل می‌کند. بینندگان عزیز، چند خبری بود که من این صبح در دست داشتم و خواستم برای شما بگم. البته با خبرهای بیشتر من شما را در ادامه روز منتظر می‌شوم. فراموش نکنید تا دیدار نوبتی. خدا نگهدار هر یک شما.